تخصص من فیزیکال تراپیه و بسیاری از کسانی که صدمات بدنی و ناتوانی جسمانی دارن رو فیزیوتراپی میکنن. ما ناکسیکر رو هم توی کلینیک مصرف میکنیم و هم به بیمارانمون میدیم تا توی منزل ازش استفاده کنن. با مصرف ناکسیکر ما کاهش درد زیادی رو روی بیمارانمون مشاهده کردیم. به خصوص برای کسانی که از سالها درد مزمن رنج می‌بردند، نتیجه بسیار عالی بود. از امتیازات ناکسیکر اینه که به راحتی استفاده میشه، بوی تند نداره، غیر روغنیه و وقتی کاملا اون رو روی پوست میمالیم ناپدید میشه. بیماران کاملا فعالتر شدن چون درد بسیار کمی دارن. ما هر وقت داروی درد جدیدی رو تهیه میکنیم دوست داریم اول اون رو خودمون امتحان کنیم تا با اطمینان بیشتری ازش صحبت کنیم. من ناکسیکر رو خودم امتحان کردم چون معمولا سر کار کمر درد میگیرم. هر شب که اون رو استفاده میکنم صبحش سر حال به سر کارم میرم. در حال حاضر هیچ دارویی در بازار به خوبی ناکسیکر موجود نیست و نتیجه‌ای که بیمارا و مراجعین ما ازش میگیرن فوق‌العاده است و ما این رو از مراجعه مکرر و مرتب اونها به خودمون برای تهیه و خرید بیشتر ناکسیکر میفهمیم. خیلیاشون هر هفته میان. غیر از خواص معمول ناکسیکر، ما متوجه شدیم که اون خاصیت ضد التهاب بسیار عالی داره. کار تراپی روی تاندول‌ها و عضلات بیماران التهاب‌هایی رو به وجود میاره که ناکسیکر اونها رو برطرف میکنه. با استفاده از ناکسیکر بیماران گفتن که بعد از فیزیوتراپی درد بسیار کمی رو حس میکنن و این خیلی به ما کمک کرد تا بتونیم روش‌های پیشرفته‌تری رو به کار ببریم و نتایج بهتری بگیریم. ناکسیکر داروی بسیار خوبیه چون طبیعیه، لباس بیماران رو لک نمیکنه، بوی تند نداره و پوستشون رو نمیسوزونه و برای همیناست که ما معتقدیم اثرات ناکسیکر همش مثبته و کمک شایانی رو به کار تراپی ما میکنه. امروز بیماران اکثرشون به دنبال روش‌ها و محصولات طبیعی برای درمان دردشون هستن و ناکسیکر بهترین چیزیه که به ما در درمان بیماران کمک میکنه. ما در روش‌های تراپی و درمانیمون به خصوص روی بافت‌ها و عضلات حساس ناکسیکر رو جایگزین داروهای دیگه کردیم. بنابراین تمامی تراپیست‌های ما برای تراپی بافت‌های ظریف بیماران از اون استفاده می‌کنن.